درود و ارادت. صحنه ای که دیدید لایف تری تو دل اتاق شکار خسروه و بنده خسرو هستم. ارادتمند شما. چطوری مهدی؟ قربون شما. خوبی؟ رو لایف هستیم با شاگردامون. اندکی صبر، سحر نزدیک است. یه زمونی تو دل اتاق شکارم تو تهرون که اون موقع کسی اتاق شکار خسرو رو نمیشناخت. واسه اینکه از ضررها خارج بشم، از ضررهای سنگین پشت سرم خارج بشم، اینو به خودم میگفتم که خسرو اندکی صبر، سحر نزدیک است. بالاخره صبح میشه این شب. الان برای حد فاصل باز کردن پوزیشنام تا تارگت و استاپم این رو به خودم میگم که خسرو اندکی صبر، سحر نزدیک است. درسته مهدی؟ یادت اون روزا رو؟ تنها کسی که اون روزا رو یادشه داداشم تو اتاق میگفت این نمیشه، این دیگه نمیشه. من میگفتم باید بشه. یادته؟ آره میگفتی باید موفق شیم وگرنه نه همه رنجا بیفایده است. دهنمون سرویس شده بود و تو کتم نمیرفت که نشه. شد. برید جلو میشه. میبینید که در مقابل شما و شاگردام دارم لایو میرم. رو لایو استوری هم هستم، همزمان رو این اینستاگرام هم هست. میخوای؟ باید موفق بشی وگرنه همه رنج هایی که میکشید بیفایده بود. سایه دوربین دیده نمیشه. ببینید چه خوش رنگه. خیلی خوش رنگه. منتظر میمونیم اگر بتونه زیر 3.783.25 رو ببنده کلوز کنه، احتمالاتمون به سمت سل خیلی بیشتر میشه. دوباره امیدهامون برمیگرده، جوونه میزنه. اگر نه میریم برای استاپ. کندل 1 دقیقه هم کلوز کنه کافیه که کلوز کرد. هنوز امید هست چون شادو کرد و بالای محدوده کلوز نکرد. 10 ثانیه. 3 2 1 5% امیدواری رو بیشتر کرد. مثلا این 1-2 تا کندلی که الان پیش رومون هست باید دیگه کار رو تموم کنه. رفتیم برای تارگت. امید به خدا تارگت رو زد خودش. هی بگردم من چقدر خوشگل بود. وای نفسامونو گرفت ولی تارگت رو زد. به حال تا ریکپ خودتون روش بررسی کنید، تمرین کنید. دیگه توضیحات تکمیلی رو کامل بهتون دادم دیگه.